نشر نوبتی برنامه تلویزیونی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند منظورتان است. السلام علیکم. ملاقات کارمندان مسئول کمیته رؤیه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند در قسم‌های حربی واقع در شهر پنجکند بخشیده به روز تأسیس‌یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. تفصیلاتی بیشتر در گزارش نخستین برنامه تلویزیونی پیغام. باری اول نیست که رهبری کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند بخشیده به سالگرد نوبتی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان از قسم‌های نظامی دیدن نموده با افسران عسکران ملاقات انجام می‌دهند و با تشبث مادران برای آنها تحفات تقدیم می‌کردند. همین گونه اقدام نیک امسال هم تکرار شد و حزبیان نخست به قسم نظامی 05-170 آمدند. محترم عسکران، طور شما می‌دانید در همه دور زمان برای فرزندان با آر و ناموس خدمت به وطن این هم قرض و هم شرف به حساب می‌رود. از همون دورانی باباها پدرهای ما این عنعنه آمده ایستاده است که باید هر یک جوانی که سنش به 18 میرسد باید که به خدمت وطن مادر رود. تا سالهای 90 عصر 20 بابایان پدران ما و شما در اتحاد جماهیر شوروی که با نام SSR معلوم مشهور بود در چندین جمهورها رفته و حتی بیرون از مرز سابق اتحاد شوروی خدمت می‌کردند و در همون دور زمان نیز فرستادگان تاجیکستان آبروی اعتبار جمهوری تاجیکستان رو بلند می‌برداشتند که در این باره هر کدام شما معلومات خوب دارید. سخنران یک نفر مادر و رئیس شورای سابقداران کمیته حمیدخالova لبریز از مهر بود نسبت سربازان وطن. سراپا محبت بود با فرزندان که همیشه هوشیار بیدار در حفظ وطن تاجیکستان صاحب استقلالند. پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند برای نسل نورز که از مهمترین مکتب آب و تاب حیات خدمت در صف قواهای مسلح می باشد. محض در همین جا جوان پسران شجاعت و مردانگی آموخته مقدسترین و ارزشی حیات دوست داشتن و صادقانه محافظت کردن خاک پاک وطن عزیز می باشد. من از صمیم قلب به هر یکی شما در همین روزهای بهار خرم که آمده ایستاده است تنی صحت، خاطر جمع، روزگاری آباد، خوش و خرسندانه زندگی کردن را میخواهم که باز از همین جا خدمت را تمام کرده با پرواز به نزد پدر و مادرتون به خاندانتون برید. به شما راه سفید، عیدتون مبارک فرزندان. قرائت چند بیت شعر از مادرنامه لایق شیرین بیان از جانب یک نفر سرباز بازگو به صداقت جوانان نسبت به وطن مادر بود. با کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامعی دامادی میدوزی به صد نیت، کی روزی توی دیده در قدیمان بشکند ارمان، ببینی تو به رنگی نو به حسن نو جوانیت، با آن دستان لرزانی شرفمندت بمیرم من، نباید چشم تو کم بیند با جز چشم سوزن. سلام باشید. در فرجام کماندر قسم نظامی برای چنین توجه اظهار سپاس کرد و رهبری کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند. همین گونه ملاقات سهمی در قسم نظامی 0203 نیز دایر گردید و البته به همین خاطر بوده است که نورسان از حالا آرزوی خدمت به وطن و پوشیدن سر لباس عسکری اند. من چون کلام می شوم به عسکری می روم، می پوشم بر سری خود کلا پوشی خوش نمود از آن اکم برین ستاره چه ایزری کمزاره که پیغام دار تکمچ آیش قدر یک و دوی و سه چار. من که کلام می شوم که عسکری می روم. با مناسبت 28 سالگی تأسیسیابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع شهر پنجکند چوره‌بینی حربی ورزشی تحت عنوان سربازی آینده وطن گذرانیده شد. با ادامه موضوع توجه نمایید.
با اقدام راهبریت تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن با مناسبت 28مین سالگرد تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی حربی ورزشی تحت عنوان سرباز آینده وطن برگزار گردید. این چاره‌بینی‌ها با تنین انداز شدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافتند. سردار تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن مایور ترسنوف محیدین ضمن سخنرانی خویش بار دیگر اظهار داشت که ما تصمیم گرفتیم در برابر آماده نمودن رانندگان با قوه‌های مسلح کشور اینچنین جهت بلند برداشتن احساس وطن دوستی و آب جسمانی و حربی ورزشی نسل‌های جوان حصه باسزای خویش را گذاریم. معلومات موافقی نقش چاره‌بینی حربی ورزشی بخشیده به مناسبت 28مین سالگرد تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان که با نام سرباز آینده شناس هستید. امروز چاره‌بینی رو به طور عمومی همچون مسابقه حربی ورزشی می‌گذرونیم. مورد ذکر است که در این چاره‌بینی از 28 مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و اساسی شهر و دیهات پنجکن خوانندگان شرکت ورزیدند. طبق اطلاع معاون سردار تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع جمهوری تاجیکستان آخوندجان بابایف هدف اساسی این چاره‌بینی بلند برداشتن نیروی حربی ورزشی جوانان بود. در نزد اشتراکچیان این جمع‌آمد باشکوه نماینده شعبه معارف شهر پنجکن رستم کنجایف سخن گفت و تشکیل و برگزاری چنین چاره‌بینی‌های حربی ورزشی را برای آماده نمودن جوانان جهت خدمت مادر وطن در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خیلی مهم ارزیابی کرد. از نام مدیر شعبه معارف همه شما خوانندگان آموزگاران را با این روز تبریک و مبارکباد گفته و شما در این چاره‌بینی ورزشی حربی بردباری آرزومندم. همینطور در دایره این چاره‌بینی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و دیهات پنجکن از روی نمودهای تورنیکشی با قسمت جدا نمودن یراق آتشفشان تمغه کلاشنیکوف وزکشی در تورنیک پندکشی پرتافتن نارنجک تیرپرانی دویدن با مسافه 100 متر را با یک مهارت خاصه انجام دادند. در خاتمه این چاره‌بینی از طرف راهبریت تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن به اشتراکچیان فعال آن سپاسنامه، افتخارنامه و دیگر تحفه‌ها سپرده شد. از روی جنبستی نتیجه ها از روی مسابقه برگزار گردیده جای اول با گروه خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 3 شهر پنجکن، جای دوم با گروه خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 57 دهه یاری و جای سوم با گروه خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 15 شهر پنجکن تقدیم گردید. در یک فضای تنتنوی با گروه های غالب افتخارنامه ها، جام ها و دیگر تحفه های معین شده سپرده شد. تاکید گردید که در تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع شهر پنجکن برای آماده نمودن رانندگان و دیگر متخصصان این ساحه امکانات های خیلی خوب فراهم آورده شدند. این چاره‌بینی تحت صدای سرود ملی جمهوری تاجیکستان با پایان برسید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در شورای نوبتی شعبه معارف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن یکچند مسئله مهم مکتب معارف مورد محاکمه قرار گرفت. توجه نمایید به گزارش خبرنگاران ما. شورای نوبتی شعبه معارف در تالار مجلسگاه مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقمی 71 دایر گردید که آن را با سخن مقدمه اجرا کننده وظیفه مدیر شعبه معارف علیشر مطربوف گشود.
قبل از محاکمه مسئله روزنامه رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده سخن گفته تاکید داشت که زحمت زیادی معارفچیان در کار تشکیل و در سطح بلند گذرانیدن چاره‌بینی‌های سیاسی رهبریت کمیته را همیشه خوشنود می‌سازد. در همین معرکه‌های مهم سیاسی اشتراک در چاره‌بینی‌های دولتی جمعیتی حزبی سهم صبحی معارف شهر پنجاکند خیلی بزرگ است و در همه معرکه‌های سیاسی در صف پیش این قوه زیاریان شهر باستانی پنجاکند است. معرکه مهم سیاسی ما را شما سرشته می‌کنید. چاره‌بینی‌های ادامه را شما با اشتراکچیان تامین می‌کنید و خلاصه که ما رهبریت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از فعالیت نظررس کمیته اجرایی معارفچیان شهر پنجاکند سرفراز و ممنون هستیم. بعداً در وضعیت تنتنوی به گروه کلون اهل معارف سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی سپرده شدند و این هم دلیل بود که رهبریت کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند زحمت معارفچیان را به قدر می‌داند و با استفاده از خردترین امکانیت آنها را قدرشناسی می‌نماید. سپس از روی مسئله‌های روزنامه شورا از جمله اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره کنسپسیای ملی تربیت در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، تحلیل سطح تعلیم فن‌های طبیعی و ریاضی در مکتب‌های جماعتی دهاتی لایق شرلی و اجرای طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، اید به عملی گردانیدن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اجرا کننده وظیفه مدیر شعبه معارف علیشر مطربوف برآمد نموده این موضوعها را با دلیل‌ها تحلیل نمود. در ادامه شورا علیشر مطربوف از خصوص بررسی درخواست رهبران مؤسسه‌های تعلیمی وابسته به دسترس نمودن اتستات‌های ختم صنف‌های 9 و 11 وضع تعلیم فن‌های تربیت جسمانی و آمادگی دفاعی حربی در مؤسسه‌های تعلیمی جماعتی دهاتی شینک، حالت اجرای طلبات کنسپسیای راهنمایی کسبی خوانندگان در مکتب‌های حدود جماعتی دهاتی مغیان و حالت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی رشد تحصیلاتی تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 سخن رانده در نزد رهبران مکتب‌ها وظیفه‌های مشخص گذاشت. در شورا دیرکتور شرکت صدا و سیما محرر ماهواره سیما یزدانقل مولانوف برآمد کرده رهبران مؤسسه‌های تعلیمی را به همکاری در سمت انعکاس فعالیت معارفچیان و عبور به ماهواره سیما دعوت نمود. رئیس کمیته اتفاق کسبای کارمندان ساحه معارف محبوبه حبیبی هنگام سخنرانی سراول همکسبان را با جشنواره ارتش ملی تبریک گفته نزدیک آمدن تنتنه‌ها بخشیده به روز مادر و نوروز عالم افروز را شادباش نموده از خصوص سری وقت بستن شرطنامه‌های کلکتیوی اظهار عقیده کرد. در شورا به گروه کلون غالبان مسابقه‌های ولایتی از جمله آزمون سربازی آینده وطن و چند چاره‌بینی‌های دیگر سپاسنامه‌ها تقدیم گردیدند. کار شورا را اجرا کننده وظیفه مدیر شعبه معارف علیشر مطربوف جنببست کرد. در عرفه روز ارتش ملی در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 4 جمعیت دهاتی سراسم و خارجان گواران بین الملل با امیدواران و خوانندگان برگزار کردید. به گزارش خبرنگاران ما متوجه باشید.
дар арафаи ҷашни 28-солагии рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аъзоёни шӯрои ҷанговарони байналмилал ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 деҳаи Чимқалъаи ҷамоати деҳоти Сараз ташриф оварда дар ҷомати тантанавӣ иштирок карданд. роъдмардони диловари ватанро хонандагон бо хушӣ истиқбол намуданд. нахуст ҷанговарони байналмилал бо роҳбарии Алибой Баротов ба пояи лавҳаи ёдгорӣ ба хотири шодравон Алиқулов Сиюн шаҳиди ҷанги Афғонистон сохташуда гулчанбар гузошта акси хотиравӣ гирифтанд. Алиқулов Сиюн баҳри тинҷиву озодии халқи ба мо ҳамзабон ҷони хешро нисор кардааст. онҳое ки барои хушбахтии мардум қарзи фарзандию шаҳрвандиро аз рӯи виҷдон адо карда ҳалок гардиданд, диловару накӯноманд ва ҳеҷ гоҳ нахоҳанд мурд. номи онҳо, кору пайкорашон зинда аст. ҷамъади тантанавӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. директори муассиса Солиева Хуршеда меҳмононро хушомадед карда ҳозиринро бо иди артиши миллӣ табрик намуд. аз рафти ин чорабинии фарҳангӣ аён гардид ки хонандагони муассиса ба он омодагии пухта гирифтаанд. онҳо порчаҳои шеърӣ, гуфторҳоро бахшида ба рӯзи артиши миллӣ ватан Тоҷикистон аз худ карда пешкаши иштирокчиёни ҷамъади тантанавӣ гардонидаанд. як нафас имкони ман бе Тоҷикистон нест. дар тани ман ҷони ман бе Тоҷикистон нест. Тоҷикистон номи ман, парвардаши рашкоми ман, ҳам намак ҳам нони ман бе Тоҷикистон нест. Тоҷикистон кӯҳи ман, кӯҳи баландаш рӯҳи ман, қиблаи имони ман бе Тоҷикистон нест. Тоҷикистон набзи ман, қораш баҳори сабзи ман, абри ман, борони ман бе Тоҷикистон нест. Тоҷикистон ёди ман, аҷдоди ман, авлоди ман, гавҳари чашмони ман бе Тоҷикистон нест. Тоҷикистон бахти ман, фархунда тоҷу тахти ман, давлати сомони ман бе Тоҷикистон нест. Tajikistan, you are my motherland. I love you fields and gardens. I am proud that I live in Tajikistan. Shukri obat, shukri khokat, shukri shomu, shukri subhi atrnokat. Tojikistoni azizam, modari joni azizam. Bar nigohi qullahoyat, bar surudi chashmahoyat, bar shkohu dashtu sahro, paxtazori dilkushoyat. Tojikistoni azizam, modari joni azizam. Shukri dasti pursakhovat, shukri in husnu malohat, shukri in mehru sadoqat, shukri این بخت و سعادت. تاجیکستانی عزیزم، مادری جانی عزیزم. дар ҷараёни чорабинӣ толибилмони муассиса ба сафи созмони хонандагон қабул карда шуда суруди дунёи миллатро бо ифтихор сароиданд. хонандагон бо пешкаш намудани барномаи рангини консертӣ чорабиниро ҷолибу хотирмон сохтанд. بر جلال و شانت قسم با پاکی رودی روانت قسم با کوه و دشت و با دامانی تو با مرغی بلند آشیانت قسم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را وفایت дар поёни ҷамъати тантанавӣ раиси шӯрои ҷанговарони байналмилал Алибой Баротов сухан кард. ҷанговарон то ҳастем дар ҳаёт насиҳатгӯю ба ватандӯстии шумо роҳ нишон диҳем. аз номи тамоми ҷанговарони интернетии шаҳри Панҷакент шуморо ба 28-солагии артиши миллӣ табрик менамоем. раҳмат ба директори мактаб ва ташкилкунандаи ин чорабинӣ ки чин чорабинӣ хуб гузашт, ҳамчун ватандорӣ ватандӯстӣ гузашта истодааст. дар арафаи санаҳои фархунда ташкил кардани чорабиниҳои гуногуни берунасинфӣ ҷамъиятҳои тантанавӣ дар муассисаҳои таълимӣ ҳисси ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва арҷ гузоштан ба мероси ниёгонро байни толибилмон боло мебардорад ва онҳоро ба шоҳроҳи кордониву созандагӣ ҳидоят менамояд. фирӯза Одилзода, Исмоилҷон Холов аз ҷамоати деҳоти Сараз.
با اقدام کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکند در فصل سرما کارهای بیوتکنیکی با مقصد حفظ عالم نباتات و حیوانات برگزار می‌گردند. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکند از هوای سرد فصل زمستان استفاده برده بهر امین نگاه داشتن حیوانات و پرندگان در جنگلزارها سکونت داشته در حدود زمین‌های فوند دولتی جنگل کارهای بیوتکنیکی گذرانید. با پرندگان و حیوانات ریزه گندم 170 کیلوگرم، سبز 120 کیلوگرم، مایده برنج 200 کیلوگرم، تخم انگت 60 کیلوگرم، علف 400 کیلوگرم، کنجوله 120 کیلوگرم، زربیز 104 کیلوگرم و 60 کیلوگرم نمک داده شد. اینچنین در جایهای مخصوص ماندن اخورچه ها براه مانده شد. گرد و اطراف 18 عدد چشمه ها که از آن حیوانات و پرندگان آب میخورند تازه کرده شد. باید تذکر داد که مساحت فوند دولتی جنگل زیاده از 108,000 گکتار عبارت بوده. در این جنگلزاران نمودی حیوانات نادر به مانند آهوی بخارایی، اینچنین خرس، گرگ و شغال، موش آبی، خرگوش، کپک هلال، کفتر، مرغابی، لکلک، زاغ و عکه سکونت دارند که همه ساله از روی نشاندادها سرشمارشان زیاد شده ایستاده است. در این سمت در زمین‌های فوند دولتی جنگل مؤسسه کارهای بیوتکنیکی با مرام ادامه یافته ایستاده است. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. ملاقات سابقه‌داری معارف شاعر مراد سید علی مزاری با آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکند شب‌قوار خاطرمان جریان گرفت. توجه نمایید به گزارش خبرنگاران ما. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 به نام اسماعیلی سامانی شهر پنجکند ملاقات سابقه‌داری ساحه معارف شاعر مراد سید علی مزاری با هیئت آموزگاران و خوانندگان برگزار گردید. این ملاقات را سرور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکند شاهده مکمل و حسن آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که مراد سید علی مزاری دوام 20 سال در این مؤسسه همچون آموزگار فعالیت مهنتی نموده، همزمان با ایجاد شعر و ترانه ها و دیگر کتابهایش در بین مردم دیارمان شهرت کلان دارد. او تاکید نمود که واقعا مراد سید علی مزاری افتخار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکند می باشد. معلم عزیز ما که نیم عصر حیات خود 50 سال حیات خود را با تعلیم و تربیت نسل نورس بخشیدن، این را هم در عمل تطبیق کردند و هم با قلم خود بهر تربیت شاگردان نسل نورس مردم تاجیک کوشش به خرج دادند، اثرهای زیاد تالیف نمودند. سپس با اقدام آموزگار امیده بابوی و هیئت آموزگاران و خوانندگان بخشیده با ایجادیات آموزگار و شاعر مراد سید علی مزاری برنامه رنگارنگ ادبی و فرهنگی با قرائت شعرها، اجرای سرود و ترانه ها و رقص های جالب پیشنهاد اشتراکیان این ملاقات گردانیده شد. تبریک و سلام و یاران به شما از نام تمام نوجوانان به شما. امروز کسینی شما به 70 رسید، سردبار جشن امروزه ما شما. باز آن ابری بهاری از فضا دارد گذر، این زمین همچون عروس بر سوی ما دارد نظر. ناز سازد این عروس بر سوی ما با یک نگاه، گشته مفتون ابر زمان اشک ریزد بیگناه. سخاوتمندی کردی بحر نظمم، بگویم آفرین ای مرد شیردیو. به آن دانایی و فهمیش خوبت کنون دانم تو باشی زیب محفل. پسندی شعری لایق در همه دور، گیری تو نام شاعر بر زبانت. نگاه سازی نبینی روی شاعر، به آه گفتن بسوزد جسم و جانت. ایا مادر اصیل عمرت دراز باد، بماند نام نیکت جاویدانه. به آن رفتار و گفتاری بزیبت
بهای خوب دهد دوست خالصانه. بدان رویت نمیبینم با پهلویت نمیشینم زیباغت گل نمیچینم ایو یزدان پاکی من با یادت ناله میسازم با تو افشا کنم رازم بده پر بحری پروازم ایو یزدان پاکی من بسو درد دوایش نیست غریب رو متقایش نیست کشم زحمت ادایش نیست ایو یزدان پاکی من نیست گر آب این جهان زیبنده نیست در جهان دان آدمی هم بنده نیست زیب بخشد این زمین را همزمان سبز و خورم دانز آب ماند نشان میوه کی میخوریم از فیض آب لذتی آن میبرد ما را به خواب نیست گر آب این جهان زیبنده نیست در جهان دان آدمی هم بنده نیست آب نبود این سما رخشنده نیست آب نبود در زمین نبود گیاه دشت و هامون در نظر تابد سیاه. یکی از ترانه‌هایی که از طرف کارمند بخش فرهنگی شهر پنجکین بهادر رضایف تحت عنوان سرودی تاجیکستان با یک مهارت خاصه اجرا گردید با قلم آموزگار شاعر مراد سیدعلی مزاری مربوط است و این ترانه را حاضرین با یک شوق و شور استقبال نمودند. همزمان از طرف رهبریت کمیته اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف شهر پنجکین با مراد سیدعلی مزاری سپاسنامه و تحفه خاطره‌ای تقدیم گردید. با نمایندگی از نام شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین اکمل خوجامov ضمن سخنرانی خویش اظهار نمود که واقعاً مراد سیدعلی مزاری یکی از سابقه‌داران ساحه معارف بوده همزمان سالهای آخر با ایجاد شعر و ترانه‌ها در بین مردم دیار شهرت کلان دارد و او همزمان یکی از فعالان شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین و رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت محله زردالوزار است. در خاتمه این ملاقات آموزگار و شاعر مراد سیدعلی مزاری به سخن برآمده برای چنین توجه تشکیل چنین یک ملاقات با رهبریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 30 شخصا سرور این مؤسسه شاهیده کامالова آموزگاران و خوانندگانی که یک برنامه زیبایی را برای اشتراکچیان این ملاقات تهیه و پیشنهاد کردند عرض سپاس کرد و کتاب تازه نشر خویش را با نام اوراق عمر به رهبریت این مؤسسه تقدیم کرد. من این چند سال که 20 سالی که در همین مکتب حضور داشتم راست گویم 20 سال در کافاتشون کار کردم در گلسر لیکن 20 سالی که در اینجا من کار کردم بسیار حیات خود را رنگین دیدم و اولین بیت‌های شعرم را در همین جا ایجاد کردم. تا 50 سالگم من نمیدونستم که شعر چی بود. درباره شعر تصورات نداشتم. من رحمت به همین مکتب، رحمت به همین استادان که دائم برای آوردن الهام من بسیار کوشش‌ها به خرج می‌دادند، صحبت‌های خوش می‌کردند. ملاقات مراد سیدعلی مزاری در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 30 شهر پنجکین با برنامه‌های رنگارنگ ادبی و فرهنگی و لحظه‌های خاطرمان به خلق‌ها سرور و شادی اهدا نمود. بینندگان عزیز در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و نکنامی را خواهانیم تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر.